سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي. به فرزندت بیاموز، به فرزندت تازگی بیاموز، طهارت را، غسل را، دست شستن را قبل از طعام و بعد از آن، تازه پوشیدن را. به فرزندت دعاها و اذکار را یعنی ذکرها را بیاموز، اذکار بامداد و بیگاه، اذکار قبل از طعام و اذکار بعد از آن را. دعای قبل از خفتن، دعای پس از بیدار شدن از خواب، دعای از خانه برآمدن، دعای به خانه درآمدن و غیره. به فرزندت عدل و داد را بیاموز و خود بین فرزندان یکی را بر دیگری برتری مده، زیرا این معامله ناعادلانه در قالب انصاف شناسی فرزند رخنه میزند و تباهش میکند. به فرزندت مردانگی را بیاموز، در قول، در وعده، در عمل، در لباس، در شکل و هیئت. برایش روشن کن که لباس زنان و دختران از لباس مردان و پسران فرق دارد تا مثل مخنثان لباس نپوشد. گوهر پاکدامنی و حیا را در صدف اخلاق دخترت تربیه کن و حکم فرض بودن حجاب را برایش بیان کن و پوشیدنش را به او بیاموز و وادارش کن تا لباس تنگ و شفاف و فتنه انگیز نپوشد. به فرزندت هویت اسلام را بیاموز و نهادش را با گنج ایمان، پرهیزگاری و آداب و اخلاق شایسته آراسته کن تا غیر مسلمانان را در رسم و رسوم و مراسم و عیدها، در فسق و فجور، طرز حیات، دنیاخواهی مایه تقلید قرار ندهد. فردوسی نورالیان 28 ینوری سال 2017 استانبول. از الله مهربان طلب میکنیم که خودش به این برادر ما علم نافع بدهد و از فتنه این دنیا نگه بدارد و در آمدن به بهشت اعلا بر آن و بر ما نصیب بگرداند. يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.